علیکم السلام، بفرمایید. برادر، من عبدالله هستم از تاجیکستان. بفرمایید عبدالله جان، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. من اظهار تشکر و مینداری میکنم از برنامه خوبتان. سلامت خیلی باشید. برنامه های جالب دوست داشتنی دارین و تشکر بنده با کارگردان شما و با اساتید که در وصال حق خدمت مردم مسلمان میکنن. و یک مادر دارم که مخلصی از اشدی وصال حق است، هر روز برنامه های رنگین شما را گوش میکند و دعای خیر در حق شما دارد. و مادر من در پهلوی من است و میخواهد که با شما هم صحبت شود، درد دل بکند. بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید مادر بزرگوار. من بسیار میندار و تشکر میکنم از برنامه‌های خوب شما آقای انصاری و شما را من دوست میدارم، همچو فرزند هم، همچو مادر آقای سلیمانی، آقای انصاری. سلامت باشید. و من برای شما دعا میکنم برای برنامه‌های خوبتان. من بیننده هر روزی برنامه‌های شما هستم و من میندار هستم از شما که ما راهی هدایت، راهی تحویل از برنامه‌های شما دریافتیم و خیلی چیزها را فهمیدیم و من شما را دوست می‌دارم. من برای شما داریم دعا میکنم که خداوند شما را عمر درازی و برکت سعادتمند بده و در این دنیا همیشه برنامه‌های خوب و همیشه برنامه‌های توحیدی را برای ما برسانید و در آخرت و به قطار صحابه‌های کرامی در صف پیغمبرمون خداوند هشتان بگردانه و آمین. من از شما تشکر بسیار میکنم و برای تاجیکستان ما شما دعا بکنید. تشکر از شما. الله متعال به شما و به همه ملت شریف تاجیکستان سعادت دنیا و آخرت نصیب بکنه و این ملت شریف رو از شر ظالمین برهانه. رحمت. سلامت باشید. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این مادر بزرگوار و همچنین از آقا عبدالله پسرشون و همین دعای شما عزیزان هست که الحمدلله الله سبحانه و تعالی این موفقیت رو نصیب ما کرده و علی الرغم دسیسه ها و توطئه هایی که دشمنان ما و رژیم آخوندی ایران داره بر علیه شبکه و کارکنان شبکه، الحمدلله به لطف الله سبحانه و تعالی و سپس دعای شما عزیزان هست که الله سبحانه و تعالی ما رو حفظ کرده.